ساعت 3 شب بود. مادر تلفن را گرفته به پسرش زنگ میزند. گوشک را پسرش میبردارد. مادر میگوید خوب است پسر جانکم. پسرش میگوید مادر در همین بی‌وقتی زنگ زدنتان شرط بود مگر؟ مادر میگوید ببخش پسرم، ناراحتت کردم؟ پسر میگوید البته ناراحت کرده. مادر به او میگوید 25 سال پیش تو نیز در همین ساعت شب مرا ناراحت کرده بودی. زود روزت مبارک پسرم، گویان تلفن را خاموش میکند. پسر پشیمان شده سحر بر وقت برای پرسیدن بخشش به نزد مادر می آید. می بیند که مادر در دست تلفن جان به حق سپرده است. پسر از چشمانش اشک جاری شده خیلی پشیمان می شود. اما دیگر پشیمانیش سودی نداشت، زیرا مادر از دنیا گذشته بود.